سلام دوستان، بعد از مدت ها انتظار بالاخره اسنپ شات ایردراپ یس کوین فردا 30/10/1403 ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران بالاخره گرفته شد و انشالله که ایردراپ خوبی رو شامل بشیم. فردا این ساعت 3 30/10 گرفته میشه و میره واسه لیست شدن و ایردراپ کامل جمع میشه. و اینکه این 24 ساعتی که مونده رو حتما برین اگه اکانتی داریم و امتیازی داشتیم 24 ساعت درون ایردراپ آنلاین باشین تا ربات تشخیص داده نشه و اینکه امتیازی اگه قبلا داشتین بهتون تعلق بگیره و اینکه از قسمت تسک ها از قسمت اسپیکا 700,000 تا مثلا امتیاز است، اینو حتما بگیرین. از قسمت دیلی تسکش هم بگیرین و اینکه انشالله اگه هزینه ای کردین 3 برابرش رو بهتون برگردونه و اگرم نکردین امتیازی که قبلا داشتین و بهتون توکن خوبی بده. و متاسفانه جدیدن دیدین اکثریت ایردراپ پولی شدن و اینکه در مقابل پولی که هزینه میکنین 4 برابرش رو بهتون برمیگردونه. من زیاد نمیگم که مثلا هزینه کنین، ولی $10 ارزش رو داره هزینه کنین، بهتر از اینه که بهتون بعد توکنی تعلق نگیره، چون میجر خیلی زدال زد به اکثریت دوستان و حتی دوستانی که رایگان امتیاز گرفته بودن هیچ توکنی بهشون نداد و اونایی که هزینه کرده بودن خیلی توکن بهشون داد. و این ایردراپ قدیمیه، نزدیک 10 ماه بچه ها دارن درونش فعالیت میکنن. انشالله که ضد حال نزنه و یه نکته امیدی واسه دوستانی باشه که زحمتشو کشیدن. خب دوستان، لینک کانال یوتیوب ما درون هایلایت یوتیوب ما هست و اینکه لینک کانال تلگراممون اونجاست، میتونین داخل کانال تلگرامی ما بشین و کلیه ایردراپ های جدید و قدیمی و هر ایردراپی که معتبر باشه ما معرفی میکنیم و عضو کانال تلگرامی ما بشین. موفق باشین.